سلام، وقت همگی به خیر باشه. اینجا کانال یوتیوب ایتالی احمد. امروز یه سفر داریم، چه سفری؟ با ویدیو جدید، سفر به فلورانس. تا آخر ویدیو با من همراه باشید، امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر تا اینجا اومدی هنوز لایک و سابسکرایب نکردی، ممنون میشم که ما رو لایک و سابسکرایب کنی و نظرت رو برام تو کامنت ها بنویسی. ما بالاخره رسیدیم به روما ترمینی. از اینجا باید بریم حالا به سمت ترمینال شهر روم، ترمینال اصلی شهر روم، و از اونجا سوار اتوبوس بشیم بریم به سمت فلورانس یا فیرنسه معروف. با من همراه باشیم. رسیدیم به ترمینال تیبورتینا. دقیقاً اونور خیابونه، ولی چون یه مقدار بارون اومد پناه آوردیم این کافه یه قهوه بخوریم و در ادامه مسیر بریم و سوار اتوبوسمون بشیم و دیگه بریم به سمت فلورانس. با من همراه باشید. بالاخره سوار اتوبوس شدیم. اتوبوسمون 2 طبقه است. از شهر روم باید بریم به شهر فلورانس و طبقه بالا هستیم، آخرین صندلی متاسفانه، و خیلی مشتاقم ببینم فلورانس چه شکلیه. با من همراه باشید، تو مسیرم براتون ویدیو میذارم. بالاخره رسیدیم فلورانس. این اتوبوس ماست و الان باید به وسیله تراموا بریم به سمت داخل شهر، چون یک مقدار ترمینال فلورانس از خودش بیرونه از داخل شهر و الان تراموا هم رفت. متاسفانه باید واسیم تا تراموای بعدی بریم به سمت فلورانس. محمد تو چطوری؟ خوبی؟ خوبم، ولی یه چیز داره فشار میاره. چی؟ دستشویی. بالاخره رسیدیم به فلورانس یا فیرنسه. یه چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد توی فلورانس قدمت به شدت زیاد این شهر، یعنی ساختمونا و بناهای تاریخی این شهر داد میزنه که میگه قشنگ من حداقل مال 200 سال پیشم. واقعا هیچی نمیتونم بگم، زبانم قاصر از زیبایی های شهر فلورانس. فقط میگم که آقا ویدیو رو ببینید، هیچ
غیر قابل توصیف زیبایی های این شهر، واقعا قشنگه. برای اینکه شب باید یه جایی میموندیم یه ایربی‌ان‌بی گرفتیم. خواستم یه ایربی‌ان‌بی رو بهتون نشون بدم. قیمت این ایربی‌ان‌بی بود 83 یورو برای 3 نفر. برای یه شب موندن خیلی عالیه، از هتل خیلی بهتره. خب ما اومدیم توی موزه مایکلانجلو، یک موزه اصلی شهر فلورانس که مجسمه داوود هم دقیقاً داخل همین موزه قرار داره. حالا ورودی 16 یوروه. بعضی از بخش‌های دیگه موزه تیزیه